برای چی گرفتنت؟ شما گرفتین از من میپرسین؟ کجا گرفتنت؟ تو پارک. با گربه؟ با گربه مگه جرمه؟ بله قانون داره مملکت. نخیر با صاحبم بودم. بازم جرمه. همین که تو پارک بودی جرمه. چرا؟ چراش به خودمون مربوطه. قانونه. تو پارک چیکار میکردی؟ سگ چیکار میکنه به نظر شما؟ حمله کردی به کسی؟ والا اون روز تنها کسایی که حمله میکردن همکارای شما بودن. مواظب حرف زدنت باشا. اصلا سگ چه معنی داره بیاد بیرون؟ والا ما همیشه در طول تاریخ بیرون بودیم. ببین راحتت کنم، ما سگ نمیخوایم. سگ مال فرهنگ غربیه. اگه میتونی یه چیز دیگه بشو. اگه نمیتونی جمع کن برو اونجا که این چیزا رو دوست دارن. یعنی چی یه چیز دیگه بشم؟ یه چیز دیگه بشو. این همه حیوان یه چیز دیگه بشو. چطور ما با بقیه حیونا مشکل نداریم؟ چی بشم مثلا؟ یه چیز دیگه. گوسفند ما مشکل نداریم. قناری ما مشکل نداریم. مرغ ما مشکلی نداریم. من نمیفهمم من چجوری یه چیز دیگه بشم. مثل اونا رفتار کن. ببین الان 3 تا حیوان انتخاب کردیم. خودت هم انتخاب کردی، من نکردم. الان یکیشو قطعی کن که دیگه این پروندهت بسته شه بری سر خونه زندگیت به سلامتی. گوسفند، قناری، مرغ. الان من قناری رو انتخاب کنم چجوری قناری میشم؟ خیلی راحت. بیا یه منقار بهت میدیم، یه قفس هم مثل این بهت کادو میدیم، میری میشینی توش. نری یا ماده؟ نرم. خیلی خوب، آوازت هم مشکلی نداره. میشینی تو قفست آزاد، آوازتو میخونی، عشق دنیا رو میکنی.